صدای منو دارید دانشجویان گرامی؟ بسیار عالی. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان گرامی و براتون آرزوی سلامتی دارم. از خداوند بزرگ برای کشور عزیزمون هم آرزوی سربلندی و عزت دارم و برای دانشگاه صنعتی شریف که خونه خودمون، جایی که هر جا باشیم خودمون رو شریفی معرفی میکنیم، آرزوی بالندگی و سرافرازی دارم. خب جلسه قبل که روز یکشنبه خدمت شما بودم، وقتی که در مورد مطالب جلسه بعد یعنی امروز داشتم صحبت میکردم که چه مطالبی رو میگم، داشتم تو دلم آرزو میکردم که کاش این جلسه بعدی رو تو دانشگاه برگزار کنم و در دفترم بتونم این کار رو انجام بدم. هرچند که شاید خیلی آرزویی در دسترس برام نبود و اون رو شدنی نمیدیدم، ولی الان با افتخار اعلام میکنم که الان توی دفترم، توی مرکز محاسبات دانشگاه، توی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و توی قلب تپنده پژوهش و آموزش دانشگاه دارم این جلسه رو برگزار میکنم.